آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید، یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش هامان کشور عوض کردیم و میدانهای جنگ را ناامیدانه پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری کنید.